بار صحبت پیغمبر، در نزد صحبت پیغمبر نشسته بودیم و ناگاه یک مرد در مسجد در آمد که به نهایت ریشها و مویهای وی شانه ناکرده بود، همه ژولیده بود، لباسهای کهنه در بر داشت. وقتی رسول الله میگوید حالت این مرد را دید، در حال با انگشت خود اشاره کرد که این مرد را به ترتیب بیاره. صحابه های پیغمبر میگوید از جای خود خیستند و این مرد را از مسجد بیرون کردند و سر و موی او را شانه کردند، لباسهای او را پاکیزه ساختند و بعداً به نزد پیغمبر خدا آوردند. پیغمبر وقتی که حالت خوب این مرد را دید چی گفت؟ الیس هذا خیر من ان یأتی احدکم و هو صائر الرأس کأنه شیطان. پیغمبر خدا گفتند آیا این بهتر نیست؟ گفتند هر وقتایی که شما به سوی مسجد می آیید، آیا این برای شما بهتر نیست که سر شما شانه کرده باشد، ریشهای شما شانه کرده باشد، بدنهای شما عطر زده باشد، لباسهای شما پاکیزه باشد؟ آیا این برای شما بهتر نیست؟ و هو صائر الرأس کأنه شیطان، از آن که شیطان نه ریش خود شانه میکند، نه موی سری خود شیطان شانه میکند، نه بدنی پاکیزه دارد. یعنی شما گفتن پیغمبر خودتان را مشابه شیطان نکنید، بلکه وقتی به مسجد آمدید خودتان را پاکیزه کنید، تازه کنید. باز از شما خواهش میکنم و این یک مسئولیت هست که اسلام فقط و فقط شعارش همین است که تمام باید مسلمان پاکیزه باشد، تازه باشد. وقتی شما اراده به سوی مسجد میکنید، یقین دانین که روز جمعه در فضل و در برکات و در قدر بهتر است از روز عید قربان و از عید رمضان. چگونه که شما در روز عید قربان و عید رمضان چی خودتان را زیبا میکنید، تازه میکنید، منتظر این روز نماز عید میشوید، یقین دانین که در فضل و در اجر نماز جمعه از اونها بهتر است. برای همین برای روز جمعه شما بهترین لباس در بر کنین، بدنهای خود عطر زنین، بدنهای خود با صابون شوید، هر چیزی که زیادی که در بدن شماست تازه کنید، دور کنید و بعدا به نماز جمعه آیید. انشاءالله در این تازه کردن بدن خودتان شما در نزد خداوند اجر شما مثل آن است که گناههای شما را خداوند میبخشد، به سبب آنه که شما بدنهای خودتان پاکیزه میکنین، تازه میکنین. حتی نظر کنین پیش از جمعه آمدن با بعضی از برادرها وقتی در یک طبق می نشینی، ناخونهای او را تماشا میکنی، باور که به آدم مسلمان مانند نیست. در این اسلام عیب ندارد، اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. اسلام میگوید ناخون پاکیزه کن، تازه کن هر روز جمعه. به ناخونها تا نظر کنید که در کدام احوال است. چگونه در پهلو یک برادر می نشینی، دست در طبق دراز میکنی، وقتی از برادر تازه است از تو چرکین است. اینا وظیفه های شما هستند. در اسلام دور نمی رویم. کتاب شرح الوقایه، شرح مختصر، بین چی میگوید؟ دانشمندهای ما و شما، فقهای ما و شما میگوید وقتی که اگر پای شما، یعنی همین پایی که دارید، اگر کف پای شما کفیدگی باشد، یعنی از حساب خواجگی داریتان، از حسابی که مهنت میکنید شما، اگر کفیدگی باشد، شما برای آنه که طبیعت برادری تو خیره نشود و آن کسی که از پس تو نماز میخواند و به کف پای تو نظر میکند و
طبیعت او خیره می شود، شما در بر جورب پوشین، جورب در بر کنین که تا که انسانی که از پس شما نماز میخواند پایهای کفیده ای تو را نبیند. اسلام اینقدر برای ما و شما توصیه و برنامه های بهترین داده است که طبیعت ما و شما از حساب برادرمان، از چرک دست او، از ناخون او، از پای او باید خیره نشود. در پهلو یک برادر که نشستی از بوی خوش او باید که راحت کنی، نه عذاب بکشی. چند روز پیش یک برادر گفت در همین مسجد، گفت یک برادر پایش گفت بیمار بوده است، بیماری همون پوست که پوستی پای و جدا می شده است. در همون بالای جای نماز، در همون جایی که نماز میخواند، در بالای همون جای نماز میگوید به دستش خاریده و پوست های همون پاش در بالای هم جای نماز میپرداید. تصور کنید که از قسم عصر یا از قسم شام یک کس در اونجا باز پیشانی را میماند سجده میکند. آیا همین پاکیزگی است؟ آیا همین برادری است؟ شاعر میگوید آدمیت چیست؟ همین آدم چی است؟ آدمیت چیست؟ خود را دور از شر داشتن، خیرخواه خلق بودن، نفس بیزر داشتن. آدم حضرت‌ها تحلیل کردن که آدم همان کسی هست که در دنیا کسی از وی ضرر نبیند و آدم وظیفش همین است که خیرخواه خلق بودن، نفس بیزر داشتن، دائم خیرخواه مردم باشد و نفس بیزرر داشته باشد. از نفس او، از دست او، از پای او، از زبان او کسی آزار نیابد. اینا گفتن انسان میگویند، اینا گفتن آدم میگویند. حتی پیغمبر ما و شما گفتن خیر الناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس. بهترین انسان همان کسی است که فقط فایدهش به مردم میرسد. بدترین مردم همان کسی است که فقط ضرری او به مردم میرسد. از این خاطر از همه شما دادرای عزیز، انشاءالله جوانها که در صف ما و شما زیادتر هستند و من میدانم که جوانها و حتی پیرانسالها هم این تحقیر نیست، یعنی جوانها بسیارتر اهمیت میدهند، یعنی البته غسل روز جمعه را انجام میدهند، خوشبویی استفاده میکنند. از آن خراجات های بی معنی که شما دارین میتوانید که حداقل در 3 سامان 4 سامان همین بیرونای مسجد خوشبویی ها وجود دارد، همونها را گرفته در روزهای جمعه در هر یک نماز استفاده کنین، انشاءالله ثواب میگیرین. جمعه پیشین موعظه ما و شما در بابت حقوق شوهر بود. شوهر بالای زنها چه حقها دارند؟ الحمدلله که ما و شما از یک ذره او، از یک پارچه او آگاه شدیم و انشاءالله میخواهم این جمعه و جمعه دیگر را هم در حقوق شوهرها بالای زنها ببخشم. اگر من باور کنین به خدا قسم، اگر 10 جمعه روی برو اگر در باب حقوق شوهر اگر صحبت کنم تا حال کم است. و تا حال در اسلام اینقدر حدیث و آیت ها و قصه ها برای احترام شوهر وجود دارد. لیکن انشاءالله من این جمعه و جمعه دیگر هم میخواهم که در باب حقوق شوهرها با شما صحبت کنم. ما و شما تا جای رسیدیم که پیغمبر خدا فرموده بوده است ان من حق الزوج على زوجتی اذا ارادها على نفسها وهي على ظهر بعیر لا تمنعه. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند هر وقتایی که اگر مرد میخواهد که کام دل خود از زن حلالی خود برآرد، میخواهد که با زن خود هم صحبت شود، یعنی اگر عادی تر گوییم اگر خواهد که با زن خود خانه‌داری کند، اگرچه زن در بالای اشتر هم که سوار باشد باید که سخن مرد را رد نکند. اگر بالای اشتر هم گفت پیغمبر سوار باشد، وقتی اگر مرد به سوی اشاره کرد که من با تو